به تماشاگران عزیزی که سراسر جهان پای گیرنده ها نشستن و این لحظات رو با ما سپری میکنن و به شما کسانی که دو وجه دارید، هم مهمانمون هستید هم میزبان ما. الهی قربونتون در برم. دو شکل در واقع شما هستید. در هر دو شکلش قربان ارادت احترام دارم. اما در باب مازندران یه تحقیقی من داشتم در شاید سال 63 62 که در یکی از دارالمعارف در تشیع به چاپ رسیده. بله. درباره همراه دیلم. همراه دیلم گروهی بودند که در زمان خسرو پرویز، زمانی که آمده بود به خطه شمال از اینجا تا گیلان، 4000 سپاهی برگزیده رو به عنوان جانبازان خودش برگزید از اونجا و برد با خودش به مقری که داشت، یا شیراز و چه اون اطراف که اون موقع بودن. بر تقدیر زمانی که این دوران جنگ های ایران و اعراب به پیش میاد، گروهی که در گرفتار کاست هایی بودن، چون کاست یک شیوهی بوده است که اگر کسی سرباز بود حتما باید فرزندش هم سرباز میشد، نمیتونست بره توی کار دیگری. همینطور بود کسی که کشاورز بود، همینطور کسی که عرض کنم که هر شغلی داشت طبیعتا پسرش موقع بود، روحانی بود، هر چی بود، فرزند ذکورش باید. این گروه که در میان این سپاه بودن در جریان قادسیه برخورد کردن به این کلام خداوند که گرامی ترین شما نزد ما پرهیزگارترین شماست و این کاست رو میشکند. یعنی برای ما این مهم نیست که تو فرزند کی هستی، این مهم است که چقدر تقوا داری. لذا این گروه آمدن و حلیف شدن. در میان اعراب 4 وجه هست، یا ود هست، یا حلف هست، یا جوار هست، یا رجا. اگر یکی از این 4 وجه نباشه برده می شود. بنابراین اون ستا که اینا نمیتونستن بشن، حالا نمیخوام تعریف کنم هر کدوم اینا وقت میگیره، بله. حلف شدن یعنی هم پیمان شدن. درسته. که به اینا میگن همراه دیلم، یعنی کسانی که از دیلمستان، از این منطقه، اسم فرازین این منطقه رو میگوین دیلمستان. البته حالا نه، ولی در تاریخ. در تقدیر اینها آمدن و حریف شدن و در کنار اونها جنگیدن برای اینکه به پیروزی اسلام یاری برسونن. و بعد از عدل حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، چون کوفه شهر هم مرز ما بود، اینا نزدیکترین جایی که میتونستن انتخاب کنن کوفه بود و قبایلی که در کوفه زندگی میکردن. لذا از اونجا اینها نامه‌هایی که توسط کاروان‌ها میاد و اینا نوشتن که در اینجا 2 گروه هستن. یک گروه چون معاویه و امویان بران شدن که به ایرانی‌ها چیزی ندهید از غنایم، در حالی که در همراه شرط این است که اونها هم در غنایم شریک بشن. برای این مورد اعتراض علی بن ابی طالب علیه السلام قرار گرفت و از اونجا به بعد مهر حضرت علی بن ابی طالب از طریق این نامه‌هایی که اینا می نوشتن که ما در اینجا مواجه با همچین ماجرا در دل مردم اینجا در واقع مازندران یک پایگاه شیعی شد، قبل از آن که خود اصل دین رو بشناسد شیعه رو شناخت و از اونجا به بعد پایگاهی که الان بحثی است که در باب علویان که دخترم فرمودن که نخستین به اصطلاح حکومت شیعی در جهان، من بگذارید که یک تأثیر فرهنگی ورود این بود، پندار نیک کردار نیک. یکیش همین کردار نیک بود که وارد از آن شد حی علی خیر العمل و این در میان اهل سنت نیست و میان ما هست و از همین مازندران بر زبان حسن بن زید بر تحقیقی کرد. دومی که در همین زمان حسن بن زید یک قصیده مهرجانیه هست، یعنی همون مهرگانیه که بعدها جشن مهرگان رفت تا اندلس، یعنی اسپانیای امروزی، از طریق همین دیلمیان و از طریق شیعیانی که از اینجا به مناطق دیگه کوچیدن. جشن‌های فراوانی که ما در اینجا داشتیم به وسیله علویان استقبال شد و اینها در همدیگه تابیده شد و یک گشتالتی رو تشکیل داد، یک مجموعه در هم تنیده‌ای که هم درش دین و مذهب هست، هم شادی و آواز و عرض کنم اون چیزایی که ما چنان که الان می‌بینیم در آغاز برنامه شما با همین آواز زیبا شروع شد. از جمله اینها منهای جشن‌های تیر ماه 13 شو هست. شما شاید تیر ماه 13 شو یعنی شب. تیر ماه در حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون بیش از 20 دقیقه بعد زمان میبره، بفرمایید. ولی شب 13 آبان ماه رو برونن که آرش
تیری که انداخته است از رویان به فرغانه رسیده است و بر تناور ساق گردوی فرو آمده است و اونجا را از آن پس مرز ایران و توران بازنامیدن. بنابراین این که ما برای این کار جشن میگیریم یک سری سمبل هایی داره، نمادهایی در اونجا هست که بسیار زیباست، مثل جشن لاله شو، لاله شیش. لاله شیش یک شیش یعنی چوبای نازک، اینو میگن شیش. این لاله شیش یعنی کسی که اینو میزنه سخن نمیگه، حرف نمیزنه، اما این چوبش هر مریضی رو شفا میده. این در واقع اون بیماری است که بر اثر اون شکست و روحیه اندوهناکی که ملت ما یافته بودن با اون تیر آرش به شادی مبدل شد و در واقع تیری بود که آری جان خود در تیر کرد آرش کار صدها 100,000 نیزه و شمشیر کرد. همچنان هست در جشن خرمن. ببینید تمام اینا با اقتصاد ما به هم دیگه در همش بافتن. یعنی وقتی میرسیم به این که حالا تمام کاشتیم و درو کردیم، بنابراین میرسیم به این که حالا این خرمن رو در میانه توده‌ای بکنیم و اون نمادها که اسب میامد روش میچرخید اینا و کشتیگیرا بیان کشتی بگیرن و به این صورت یک جشن بسیار بزرگی در مازندران هنگام خرمن کوبی به اصطلاح به چشم میخوره. در حقیقت برکتی است که خداوند بهشون داده و سپاسگزاری میکنند. همینطوره. جشن‌هایی که در اون اتفاق